ببین من یه هفته از خواب و خوراک ندارم. بگو چرا جوکاتو نمیشنوم. سوسیسا دختر خوشگل ببینن چی میگن؟ نمیشنم. میگن چطوری کوکتله؟ خوب بودی. خب بخندیم دیگه پشت دو کجایی خودشو بگیرن عجب. آره چون میخواستم بگم بیمزده است که عکت بیمزدگی بیام. دو زرده. سلام، من یاشام با یه برنامه دیگه دو زرده. سلام، منم هنوز سروشم، امیدوارم که خوب باشین. چه خبره؟ این هفته بازیای در حقیقت فیفا دی بود، بازیای مقدماتی جام جهانی تو جام مختلف، بازیای دوستانه، بازیای جذابی. آخرین آپدیت تیمایی که رفتن جام جهانی کوالیفای شدن میتونیم ما هم داشته باشیم. اون آخرش بگیم. یکی دو تا حاشیه در مورد ایجنت ها هست، در مورد بیرانوند و ماجراهای بیرانوند. ببخشید این ایجنت ها چرا تموم نمیشه؟ یعنی اینقدر زیاده اینا چی و ویروس بیشترن اینا. ببین کلا که زیاده تو فوتبال ما که کلا رو ایجنت میگذره دیگه. همیشه صحبت این بوده که بیرانوند استقلالی بوده، همیشه خودش هم گفته که من در حقیقت نوجوانی استقلالی بودم و هست. آره حتی 2 بار یا 3 بار توی باشگاه استقلال هم رفته برای قرارداد بستن. اما اون موقعی که بهترین تایم بود که میتونست قرارداد ببنده، دروازه‌بان فیکس استقلال و دروازه‌بان فیکس تیم ملی سید مهدی رحمتی بود که خب طبیعتا اگه می‌خواست بیاد اونجا با ذخیره رحمتی میشد. عقل و منطق و حرفه‌ایگری حکم میکنه که تو این شرایط حتی اگر تو تیم رقیب هم بهت پیشنهاد میده حتما استفاده بکنی، استقبال بکنی، بری قرارداد ببندی. شرایطی که برای بیرانوند پیش اومد و واقعیتش هم به نظر من جدا از بحث‌های طرفداری صدش اونجا گذاشته. کلی از این قهرمانی‌ها حاصل یکی از ارکان اصلیش بیرانوند بوده. تو همین چند روز گذشته مصاحبه‌ای روی آنتن رفت توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی که مشخص میکنه که بیرانوند با ایجنتش در حقیقت توی مهمونی نه توی دوره همی که مدیر عامل باشگاه استقلال هم بوده و یک دو تا از آدمای مطرح و قابل اعتماد. ببینم مهمونی یا این مهمونی‌های خیلی نه زمانی که حجت کریمی مدیر عامل استقلال بوده ظاهرا زنگ میزنن یکی از دوستان مشترک فلانی بیا شام خونه ما. حجت کریمی به همراه حمید سوریان قهرمان بزرگ کشتی فرنگی ایران توی اون جلسه حضور پیدا میکنن که عریضه بیرانوند با ایجنتش اونجا بوده. در مورد قرارداد صحبت میکنن و حتی به شکل نهایی و کامل به جنبندی میرسن، حتی روی عدد به توافق میرسن که قرار بر این میشه که 90 میلیارد تومان. اون روزی که دارم با تو صحبت میکنم این ماجرا مال موقعی که سقف قرارداد 15 میلیارد تومان. یا خدا. ببین همیشه تو دنیا هم اتفاق میفته، یعنی یه رنجی رو در نظر میگیرن. حالا بقیه دنیا که سقف قرارداد نداره، اما ما تو ایران چند سالی هی اینو مد کردن و گذاشتن و هی میبینن شکست میخوره. اما از اونجایی که ما و خیلی از دوستان تصمیم گیرنده در سیستم کشور ما از مدیریت کلان به پایین به شدت در مقابل فهمیدن مقاومن، هی تکرار میکنن یه اشتباهو. اون روز 15 میلیارد تومان بوده. استقلال میگه آقا باز دروازه‌بان ملی، دروازه‌بان خوبی، ما تا 25 تا 30 میلیارد هم میدیم. حتی مدیر عامل استقلال میگه آقا من همون شب تلفنی اون 60 میلیارد باقی مونده‌ام با اسپانسر هماهنگ کردم که بگیرم. حالا برای کسایی که نمیدونن، یکی از اعضای هیئت مدیره فعلی استقلال همیشه دوست داره که از مسیر اون بازیکن مربی وارد بشه. چرا؟ همین صحبتی که داریم چند هفته است میکنیم پول خیلی کلونی توش هست. اصلا ملقب بین استقلالیا بهش میگن بچه. حالا نمیدونم الان دیگه بچه نیست، ولی نمیدونم حالا چرا بهش میگن بچه. این که خیلی پاپیچ بوده که آقا نباید بیاد. از اون طرف آقای قربانزاده یه توضیح خیلی اجمالی مختصر بدم برای دوستانی که شاید یه مقداری از اطلاعات فوتبال به شکل ریز و دقیق خبر ندارن. 4-5 سال پیش 4 سال پیش که هنوز هر دو تا تیم زیر مجموعه وزارت ورزش جوانان بودن، آقای قربانزاده میاد در حقیقت این دو تا تیم رو پرسپولیس میذاره که وضعیتشون عین هم بوده، همه چیشون عین هم دیگه بوده. استقلال رو میاره بالا، میاره توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی چند روز مونده به دربی و خب آقای فتح‌الله زاده، من ضمن احترامی که برای ایشون قائلم، ولی به هر حال احترام قائل نیستم. ببخشید من برای همه احترام قائلم. اصلا آدم مناظره نیست، نمیخوام بگم سوادشو نداره، دکتر شوالیه است، خیلی چیزا همون که گفت آبشو بدیم آقای چیز بدیم. همون دقیقاً میاد میگه که میارتش توی مناظره انقدر میپیچونه
که این گیر میفته و یه سری حواشی خیلی شدیدی درست شد که همونجا استقلال دربی رو داد و اصلا اون فصل لیگو داد سر همون شب. چه صحبت پیش اومد که آقای قربانزاده اصلا طرفدار تیم رقیبه و این ماجراها. همون آقا میاد SMS میزنه به آقای حجت کریمی به عنوان مدیر عامل استقلال که تو نمیتونی بیرامندو بگیری، اصلا تو چی کاره ای؟ کجای مجری اون برنامه میگه که آقا SMSش موجوده، میگه آره موجوده، من نمیتونم دوربین نشون بدم اما SMS رو به تو نشون میدم. روی در حقیقت دوربین زنده SMS رو پیدا میکنه و به مجری نشون میده و مجری هم به حال یکی از برنامه‌های معتبریه که داره پخش میشه، مجری هم تو دوربین میگه آقا بله این هست. اصلا چرا باید تو آخه من به اون مجری هم اعتماد ندارم. سروش میدونم کیو داری میگی. من اسمشو میگم، داری تو میثاقی رو میگی دیگه. یعنی میثاقی رو من بهش اعتمادی ندارم که هماهنگ نشده باشه، مثلا این SMS رو تو بگو من بخونم. میثاقی پروندهش سیاه. به هر حال ماها مستنداتمون آن چیزیه که روی در حقیقت به صورت موثق داره پخش میشه دیگه. حق با تو، ممکنه اینم باشه، ولی میخوام بگم که پشت پرده ها یه جوریه که حتی نفری که میگه من رئیس سازمان خصوصی سازی هم قطعاً یه انتفاعی از این ماجرا برده دیگه. شک نکن اصلا بابا، اصلا این سازمان خصوصی سازی اسمش اصلا فساد میاره، میدونی؟ این اسمش خودش کراپشنه، میدونی؟ کراپشن نمیدونم یعنی چی واقعا. همین یعنی فساد مالی، فساد اقتصادی. چقدر قشنگ. من خارجیم خوبه دیگه، انگلیسیم خوبه. کراپشن. آره یه توضیح بده که این تصویر اولا کجا بوده، چی بوده، مراسم چی بود، اصلا چه اتفاقی افتاد؟ هفته قبل در مورد یه بزرگداشتی که باشگاه پرسپولیس بزرگداشت درجه 1 که برای آقای حسینی کلمی شاهکار بود صحبت کرد. یه بزرگداشتی برای در حقیقت پیشکسوت استقلال گرفتن آقای حسن روشن که این عکس مربوط به اون مراسم، وریا با همسرش، آیدایی با همسرش. خب این مراسم پس بهتر بوده چون آدم حسابی‌ها رو دعوت کرده بود حداقل اینجا، چون اونجا من آدم حسابی کم دیدم. از تو استقلالی به هر حال بعید نیست اینو بگی دیگه. خب مراسمو دیدیم دیگه چجوری بود این مراسم. حداقل این دوتا وزنه‌ای هم واسه خودشون و دمتون گرم واقعا آقای دایی، آقای غفوری، قابل احترامین، شما همیشه با مردم بودین، بسیار دوست داشتنی بودین از اول، از زمانی که فوتبال شروع کردین. هزینه‌ش هم دارن میدن دیگه. واقعا هزینه‌شو دارین میدین و مرسی که این عکسو گذاشتین. من شنیدم که همسر وریا گذاشته این. آره اگرش دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. امیدوارم این بیشتر بشه بین سلبریتیامون، به اصطلاح آدمای مشهورمون که چون بیشتر دیده میشن. آره این پرده رو از بین ببرین که جامعه بتونه داره شما رو دنبال میکنه. ببین یا ما خیلی علاقمند خانوم به فوتبال داریم. ما محروم کردیم از این بابت چی؟ الان چی شده که 5 سال پیش نشده بود؟ الان چه اتفاقی افتاد که 5 سال پیش نمیتونست بیفته؟ بعد از زن زندگی آزادی به نظر مدت خیلی طولانی ما این استادیوم‌ها رو بستیم فقط آقایون برن، خانوما نباشن، فلان بشه. دختر آبی یادته؟ بله. برای چی اون اتفاق براش افتاد؟ برای اینکه رفته بود استادیوم، برای اینکه گرفتنش. اولین داستان وریا من اونجا میاد دیگه. دقیقاً اصلا وریا شروع ممنوع همه چیش از اونجا شروع شد. آدم‌ها مردن، تو شما به چیزای ابتدایی که به هر کسی هر جای دنیا در یک کشور جهان اول بگی میخندن، اصلا جهان پنجم میخندن، چون اینا ساده ترین و ابتدایی ترین چیزاست که هر روز براش جنگیدن تا به اینجا برسن. دقیقاً. دمتون گرم. امیدوارم اون بقیه‌ای هم که چه آدمای مشهور تو ورزش، چه هنر، چه هر جای دیگه ای، وریا میتونست هنوز بازی کنه، وریا هنوز میتونست پول در بیاره، وریا میتونست بره مربی بشه، علی دایی هم همینطور، وضعش خوب بود ولی خیلی اذیت شد. من آدمایی میشناسم که حتی اینا دوست ندارن اسمشون برده بشه تو همین برنامه، آدمایی هستن که آدمای گنده‌ای بودن توی ایران ولی خیلی کارا رو نکردن، نه کار رو خیلی چیزا گذاشتن که حقو به دست بیارن. شما هم خواهش میکنم ادامه بدین این کار. ما تو بازیکنامون یه سری اتفاقات افتاد که مثلا میگم حالا ما بزرگترینشون که دیگه تقریبا هم میدونن، مجاهد خضیراوی بازیکنی بود که بی‌نظیر بود، استعداد بی‌نظیر بود. توی مهمونی میگیرنش، خیلی دیگه بودن که من اسم نمیارم. این چون از همه کوچیک‌تر بوده، از شهرستان اومده، ساده‌تر بوده و به خاطر هیچی آیندهش نابود شد. بازیای مجاهد توی اون زمینای فوتبال، بله من یادمه بازیه اصلا بی‌نظیره. ولی الان تو داری میبینی مهمونی‌ها رو داری میبینی، نمیدونم من با اون مخالفم، با این مخالف نیستم اما چی میگی؟ هیچ عیبی نداشت. یه گنگی به وجود اومده بود که علی نیکبخت بود و اخ نیکبخت. داستانا من دارم از علیرضا نیکبخت.
مهمونیا من دیدمش ببین که گیرم نمیافتاد لامصب. یه بار گیر افتاد، گیر میافتاد ولی خب یه بار گیر افتاد دیگه، اما اوایل که خیلی معروف شده بود اون مهمونیه جذابیتاش و اون کاریزمایی که داشت بالاخره خیلی درگیر نمیشد. علی نیکبخت و استاد شیس رضایی و سلاطین حاشیه و محمد رضا مامانی. من میشناسمش ولی مامانی یه ذره ببخشید کسایی که فامیلیشون مامانیه غیر از آقای مامانی، ولی مامانی تو فوتبالیستا یه ذره بد نیست. ببین محمد رضا مامانی مصاحبه کرده. محمد رضا فنی خوبی داشت، یعنی از نظر من فنیش قابل قبول. کجا بازی میکرد؟ یعنی کدوم پست؟ بالاترین جایی که اومد پرسپولیس بازی کرد. و کدوم پست؟ وسط بازی میکرد. اما خب خیلی دل به فوتبال نمیداد، بیشتر دنبال اشغال بودن و اون گنگی که درست کردن خب خیلی داستان داره. گنگشون چجوری بود؟ یعنی برای چه کاری گنگ درست کردن؟ محمد رضا مامانی، علی نیکبخت، شیس رضایی گنگ برای چه کاری درست میکنن؟ عشق و حال دیگه. مهمونی و پارتی بکن، رستوران برو. محمد رضا مامانی موقعی که رفت پرسپولیس، علی پروین اصلا بهش میگه که برو فامیلی تو عوض کن. چون این فامیلیه که به هر حال تماشاچی‌ها توی کوریاش بازی میکنن. میونه کلمه آقای پروین تنها حرف درستی که تو عمر فوتبالیت فکر میکنم زدی اینه که مامانی فامیلیشو عوض کن. خب نکرد، ولی در کل فوتبالش هم خیلی ادامه نداد، به خاطر اینکه بیشتر میگم دنبال جای دیگه بود. توی رستوران بودن، حالا محمد رضا بالا میشه میره جایی برگرده، با دوست دخترش بوده. از بعد حادثه رستوران چینی بوده. از بعد حادثه افشین قطبی موقع سرمربی تیم ملی بود. افشین قطبی روی دستمال کاغذی شماره‌اش رو مینویسه، میده به گارسون، میگه بر بده به اون خانومه. نداری اذیت میکنه. نمیشه. وقتی خودش اومده گفته، خودش گفته مامانی گفته افشین قطبی محمد رضا مامانی دیگه نه نمیشه. قبول ندارم. آقا شما قبول میکنین هم چیزی رو؟ قطبی بره رو دستمال اصلا داستان همینه. دوست دختر مامانی. حالا داستان چیه؟ نه خب الان سلمانی افشین قطبی مامانی رو میشناخت اون موقع؟ نه این میگه مامانی نشسته بود سر می. گفتم مامانی رفته این شماره رو داده و حالا اینجا ببین توی تایمی بود که فوتبالی‌ها یادشونه علی نیکبخت قشنگ چاق شده بود. میونه کلمه علاقه خاصش به کتای چسبون هنوز بود، یعنی شیکمم آورده بود. یه جوری لباس میپوشید که فکر میکرد فیته. به حال جزء فوتبالیستای خوش تیپ ما بوده دیگه، همیشه جزء فوتبالیستای خوش تیپ ما بوده. الانم که خب به حال داره اصلا کار مدلینگ میکنه. ولی واقعا بگم نیکبخت یه تجدید نظر بکن روی سلیقت. من خوش تیپ. خب این خوش تیپی به نیکبخت میگی خوش تیپ؟ یارو خیلی ببخشید یارو میگه آی نیکبخت شما ولش کن. اگه کادر خارج نمیشدیم بالا میشدم ماچت میکردم. به من گفت نه تو خوشتیپ. خیلی من تعجب میکنم به نیکبخت میگی خوشتیپ. کاری نداری. ببین سلطان چسبونه. افشین قطبی پیله کرده که تو وزنت زیاده و میخواست خطش بزنه. خب اینا ما هم رفیق صمیمی ان دیگه. اینا بالا میشن میرن خونه، چیزیه که خود محمد رضا تعریف کرده. دوست دختری زنگ میزنه به محمد رضا که فلانی اینجوریه، افشین قطبی به من شماره داده. اینم سری گوشی برمی‌داره زنگ میزنه به علی نیکبخت، میگه علی فردا اصلا میخواسته بازخواست کنه علی نیکبختو به خاطر شیطونیاشو یا مالبازیاش، شکم آورده بود و اینا، میخواسته چیزش بکنه، میخواسته اینجوری از تیم ملی خط بزنه، نمیتونسته. زنگ میزنه میگه علیرضا فردا داری میری سر تمرین، این ماجرا رو داشته باش که آقا من ببخشید من میدونم وزنم زیاد شده، چون واقعا وزنی زیاد شده بود، برای اینکه بتونم کیفیت داشته باشم یه برنامه رژیمی گرفتم فلان. اما اگه دیدی پا پیچت شد بگو ماجرا دستمال کاغذی تو رستوران چینی دیشب چیه؟ و علی نیکبخت اینجا برگش برنده شده. چرا؟ به خاطر اینکه خط که نخورد هیچی با یعنی به همین راحتی که تویی که همش میگی آقا چرا اینقدر چاق شدی داری یا مالبازی در میاری، خودت دنبال یا مالبازی. وایسا مامانی دمت گرم، تو به جای اینکه مثلا بگی دوست دختر ما رو می‌خواستی فلان شماره بدی مرام بازی کردی، زنگ زدی به نیکبخت که چه رفیقایی بودن. احتمالاً یکیش بوده. خب بعد به قول ببین یکی از پریروزی که بچه‌ها میگفتش که این رامین یامال کجاییه، گفتم رامین نیستیه لامینه. بابا یه چیزی بود یکی را میگه این بازیکنای برزیل بچهای ایران میگفتن این نصفش ایرانیه. این داستانا رو داریم دیگه، بعید نیستم بگن ایرانی بوده رامینه یامال. یه ذره از جام جهانی برامون میگی؟ ببین جام جهانی بازی‌ها جلو رفته تقریبا. آمریکای جنوبی کلا تمام شد، تیمش مشخص شد. کیان؟ آمریکای جنوبی، آرژانتین، برزیل،
اوروگوئه، پاراگوئه، کلمبیا و اکوادور. خب منطقیه. این 6 تا قطعا صعود کردن به جام جهانی. تیم بولیوی هم برای پلی آف رفته. یعنی تیمی برای پلی آف باید با یه قاره دیگه بازی کنه. امسال یه ذره داستان فرق. قبلا سهمیه‌ها یه ذره نیم، مثلا میگفتن 3.5 شنیده بودی حتما میگفتن بله. آسیا 5.5 سهمیه داره. اون نیم چی بود؟ تیمی که در حقیقت رفته بود پلی آف از آسیا مثلا بر اساس قرعه کشی، بر اساس اون موقعی که اقیانوسیه بود مثلا میرفت با تیم اقیانوسیه. هنوز هم هست. اقیانوسیه داریم هنوز. اقیانوسیه اسم قاره است. آره ولی خب استرالیا بود که اومد اینجا دیگه کی هست؟ اقیانوسیه الان نیوزلند مستقیم رفت جام جهانی. یعنی چی؟ قاره یه تیم یه کشور داره بعد اون تیم میره جام جهانی میشه. بابا خب پلی آف میکنه یعنی نه قاره اقیانوسیه کوالیفای شد. الان به من بگو اقیانوسیه چند تا کشور چند تا تیم داره؟ آقا 7-8 تا تیم. من حالا تمام کشور اقیانوسیه رو که نمیدونم، کل اون یکیشو بگو چون من گینه، یکی از این گینه ها همین که پناهنده رو میفرستادن. آفرین آره اونایی که قاچاقی رفتن استرالیا میفرستادن اونجا. ولی من نقشه گینه بیساو فکر میکنم گینه بیساو. آره فکر کنم من نقشه‌شو دیدم. جای زمین فوتبال نداره اصلا اونجا. چرا؟ تو همش بدون تو جورگه و نمیدونم از دور دیدی. حالا کاری نداریم. میخوام بگم که نیمه رو بگو. اینا مثلا موقع میگفتن اون نیما مال مثلا آسیا و آفریقا. ما خودمون یک بار اگه یادت باشه بله ژاپن باختیم. آسیا و اروپا بودیم که با ایرلند بازی کردیم که باختیم. بسیار هم خوب بازی کردیم. چه تیمی هم بود، حیف شد. ولی خب بازی با استرالیا هم همین شد دیگه. باز رفتیم پلی ژاپن باختیم. این دوره همه اون نیما رو جمع کردن. همه پلی آفا جمع میشن با هم بازی میکنن، ازشون یکی یا دو تا مثل لیگ. آره 2 تا فکر می‌کنم 4 تا یا 5 تا قراره بشه. آره 2 تاشون کوالیفای میشن برای جام جهانی. چند تا تیم هستن؟ از آسیا که قراره یه دونه بره هنوز تمام شده نه، چون آسیا 2 تا بازی پلی آف شروع شده. عربستان برده، عمان مساوی کرده، ولی هنوز مشخص نیست. یه دونه از آسیا باید بره، یه دونه از آمریکای جنوبی هست اگه اشتباه نکنم. یعنی تو بولیوی الان بولیوی قطعی مال آمریکای جنوبی. اینا در قالب یه تورنمنت احتمالاً هم متمرکز برگزار بشه. 2 تاشون میان توی جام جهانی سهمیه بندی. امسال با توجه به اینکه گفتم به جام جهانی 48 تیمیه، یه سری تیم‌ها تو جام جهانی حضور دارن که خب در شرایط عادی خب شاید اصلا تو اسمشون هم نشیده باشی. یعنی الان مسجل هستن تو جام. شما همین نیوزلند الان تیمی نیست که خب مثلا جام جهانی برو باشه، ولی الان اومده. الان در حوزه آمریکای مرکزی و دریای کارائیب سورینام الان احتمالاً میاد. سورینام فکر کنم اسم دوست دختر که رفیقای من بود. نه اون چیز بود مال اون سریال آشپزی در فلان. سورینام کشور جان تو. آره. من معذرت میخوام از سورینامیای عزیز که ممکنه یه رگشون ایرانی باشه ولی نمیشم. سورینام واقعا داری اشتباه میکنی. اصلا داشتی سرچ میکردی یا مثلا به اسم یه دختری خوردی سورینام. ببین حتی میتونم بهت بگم که نیکاراگوئه میتونه بیاد جام جهانی. ببین نیکاراگوئه خب به خاطر حاشیه‌ای که داشته رئیس جمهوراش و قاچاق مواد مخدر و اینا من میفهمم مثلا یه کشوریه که میشناسیمش، ولی سورینام اومده جام جهانی. بازیاشون داره برگزار میشه. هایتی هنوز میتونه بیاد جام جهانی. یعنی ببین اینا کشورهای تو حالت عادی نمیان جام جهانی اما دارن میان جام جهانی. آفریقا تقریبا یه سری تیم‌ها توش قطعی شدن. به غیر از تونس و مصر که انجام شده بود. الجزایر کوالیفای شد. سنگال 99 کوالیفای شده. آره غنا تقریبا اومده جام جهانی. الان آفریقای جنوبی به عنوان یکی از تیم‌های قدر فوتبال آفریقا به حساب میاد. میزبان جام جهانی هم بوده. آره الان تیم جام جهانی صعود کرده. تیم دومه. تیم اولش فکر می‌کنی کی باشه؟ اصلا نمیتونی فکر کنی. من بیخود دارم میگم فکر می‌کنی مثلا نیجریه. بنین. اسم سگ من بود بنین احتمال بسیار زیاد به عنوان تیم اول. وایس نه بابا همینطوری نگذر از این چیزا. من دوست دارم که بمونیم. بنین کجاست؟ میگم از قاره آفریقا. نه کجای آفریقاست؟ بذار من این سرچ میکنم تو بگو. ببین من اول شنیدم فکر کردم بیسکویته. نه من میگم سگم بوده. بابا چی میگی تو؟ نه بنین الان اول آفریقای جنوبی دومه توی اون گروه و احتمال اینکه چون یه بازی مونده از مسابقات آفریقایی گوش میدم تک بازی‌ها مونده، فکر میکنم تا همین هفته برگزار بشه. بنین تیم اول آفریقا، تیم دوم تو اون گروه. بنین نداریم به خدا رو نقشه داری اشتباه میکنی. گوشت با من باشه. جون تو هست. توی گروه دیگه گابون و ساحل عاج هستن. گابونو میشناسم. ساحل عاج هم که ساحل عاج
سالاج الان اول احتمالاً میاد، ولی خب فاصله امتیازیشون خیلی کمه. گابون خب اوبامیانگ اونجا بازی میکنه به عنوان بله. و از اون طرف برای ما ایرانی‌ها اندونگی که تو استقلال بازی میکنن، بازیکن تیم ملی گابون فیکس هم بازی میکنه. چه تیمایی از آفریقا صعود کردن غیر از تونس و مصر؟ الجزایر، سنگال، غنا البته 1/1,000,000 درصد ممکنه نره، اما صعود کرد. من اسمی از کامرون نشینم، خیلی فاجعه است اگه کامرون نیست. کامرون دوم یه گروهیه بابا، سورپرایز اون نکن. غیر از بنین دیگه چی میخوای بگی تو؟ دماغه سبز. دماغه یعنی یارو میگی که مثلا من میگم که سروش راحل کجایی، تو میگی دماغه سبز. خب اسمی که انگلیس در حقیقت اسم کشور کیپ ورد اگر اشتباه. آقا من ایرانیام، من کیپ ورد نمیگم، حتما اونم فرانسوی احتمالاً. دماغه سبز. دماغه سبز آخه چرا؟ بعد نکته آخه چراش هیچی. دماغه سبز اول باشه شیران چیه به کامرون لقب کامرون چیزه شیران رام نشدنی آفریقا. کامرون دومه، یعنی دماغه سبز شیران رام نشده رو زده. یعنی بازی آخر اگر دماغه سبز بازیشو ببره، نه صبر کن، یعنی دماغه سبز اگه تک بازی رو تموم شه صدر باشه میره جام جهانی مستقیم. بعد کامرون میاد میره توی در حقیقت لول دوم که آفریقا چجوریه؟ یکی یه جا ترکی. گوش بده، آفریقا زنده است دیگه. آفریقا تیمای دوم خودشون درجه بندی میشن. فکر میکنم 4 تا بهترین تیمای دوم مستقیم میان جام جهانی، بقیه‌شون هم پلی آف میشه. یه داستان پلی آفی هم باز دارن، از جام جهانی هم یه تیم میره برای پلی آف. اروپا هم که تازه بازی‌ها شروع شده. البته خب یه سری تیم‌ها هستن 2 تا بازی 3 تا بازیشون رو بردن. مثلا فرانسه ببینه دماغه سبز هست میاد جام جهانی، براش خوبه. ببین به هر حال با این صحبت کردیم در مورد اینکه الان فوتبال یه صنعته و پول توش خیلی خوب میگرده و هرچی تیم بیشتر بشه، تعداد بازی بیشتر بشه، حق پخش بازی‌ها رو بهتر میفروشن، تبلیغ بیشتری میگیرن و آخه برای توی فوتبال بین جذابیت 48 تا تیم بعد دماغه سبز بنین این اتفاقو توی جام باشگاه اروپا سورینام تو جام باشگاه اروپا این کار انجام دادن و گرفت. اما تفاوت داره اونجا. قبلا اگه یادت باشه تو فرمت قبلی فقط قهرمان‌های کشورها شرکت می‌کردن. اولا که بازی‌ها خب تعدادش کم بود و خیلی زود جمع جور می‌شد. اما مثلا شما وقتی که یه لیگی داریم مثل لیگ برتر انگلیس، یه لیگی داریم مثل لالیگا اسپانیا و لیگ‌های معتبر، حالا همه رو نمیخوام دونه دونه بگم، اینا یه تیم قهرمان میشه، اما یهو می‌بینی 4 تا 5 تا تیم درجه یک تو اون لیگ داره بازی میکنه. انگلیس رو مثال میزنیم چون دوست داری میگم. لیورپول، آرسنال خوبه، منچستر سیتی خوبه، منچستر یونایتد خوبه، چلسی خوبه، تاتنهام خوبه. اینا بودنشون جذابیت داره. چون یه بار دیگه میگی لیورپول کریستال پلاس 2-1 برده شد. برو ولمون کن. خیلی خوب ول. این فرمتو بردن عوض کردن. گفتن آقا مثلا سهمیه میدیم بر اساس درجه بندی که برای لیگا در نظر میگیریم. مثلا لیگ انگلیس 4 تا تیم میاد، از لیگ ایتالیا اون روز 4 تا تیم میاد، از لیگ اسپانیا اون روز 3 تا تیم میاد. حالا اینا هی تغییر میکنه با توجه به قهرمان دوره قبل، با توجه به امتیاز بندیایی که توی یوفا برگزار میشه. اما واقعیتش صادقانه به عنوان فوتبالی اگه بخوام بهت بگم، برای جام جهانی من اصلا نمیپسندم. چون میدونی اولا کیفیت وحشتناک میاد. تو این که به قول تو دماغه سبز، خب برای خود اون کشور خیلی هیجان انگیزه، برای مردم اون کشور ولی چند نفر میشینن بازی مثلا به قول تو فرانسه با دماغه سبز رو نگاه بکنن؟ من نمیبینم. اصلا فکر میکنم 1-2 دوره اول جام جهانی واقعا جذابیت نداشته باشه تا برسن دوباره تیم‌ها بشن 15 16 تا 20 تا جام جهانی واقعی شروع. آره، یعنی اینطوری ممکنه ایران هم صعود کنه به مرحله بعدش از گروهی بیاد بالا، چون تو سید 2 شنیدم. یکی از آیتم‌های تاثیرگذار توی سید بندی مسابقات همه تورنمنت‌ها جایگاهیه که فیفا مشخص میکنه از یکم تا پایان. فکر کنم 200 تا خورده کشور عضو فیفا هستن. تمام کشورهای عضو فیفا تو این در رده‌بندی قرار دارن. سورینام کجاست؟ نمیدونم واقعیتش، دروغ چرا بهت بگم. نکته دوم اینه که توی همه تورنمنت‌ها نگاه میکنن تعداد دفعاتی که شما قبلا توی این تورنمنت متوالی حضور داشتی. اینم یکی از آیتماییه که خب ایران الان به خاطر اینکه تو 3-4 دوره گذشته بوده و رتبهش هم زیر 20، در حقیقت رتبه ایران زیر 20 تو فیفا 16 هم بودیم. الان فکر کنم یه ذره اومدیم. تیم امیر قلعه‌نویی. بله. بگم من ارادت ویژه دارم. سلام از همینجا سلام عرض می‌کنم خدمت قلعه‌نویی، امیدوارم که خوب باشید. ببخشید اراده زیر 20 دیگه الان که دیگه چیز کنیم. ولی کلا ببین ایران به احتمال 99.9 سید 2 مسابقاته.
این یه شمشیر، اصطلاحاً شمشیر دو لبه میشه، هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. خوبیش بابت اینه که خب به هر حال شما میای جزو قدرت‌های دوم و با یه مجموعه‌ای از قدرت‌های دوم مواجه نمیشی. ولی خب این تعدد تیم‌ها باعث شده که یه مقدار این سیدبندی بریزه به هم و ممکنه با یه سری تیم‌های هم مواجه بشی که خیلی مناسب نباشه. من با این کیفیتی که دارم بازی ایرانو می‌بینم، ایران روسیه رو دیدم، با این کیفیت بعید می‌دونم دو تا یتیمای فیفا به نظر من، روسیه و ایران، یعنی هیچکی نباش بازی دوستانه میکنه. آره دیگه، دقیقاً خودشون دوتا با هم دیگه. احتمالش کاغذی بخوای حساب بکنی، رتبه‌ای بخوای حساب بکنی، اعتباری بخوای حساب بکنی، احتمال صعود ایران به دوره بعد جام جهانی هست. جام جهانی 2030 میدونی با چند تا تیم قرار برگزار بشه؟ تو رو وضعیتم نکن مثلا 57 64 تا تیم. خداحافظ. یعنی فکر میکنم جام جهانی خداحافظ. ما همین 5 6 تا همینجا پشت آره شموشک اسخای کن. شموشک خودیه. بچهای نوشهر خیلی معذرت میخوام، خیلی هم بچهای بامرام خوبی ان، مهمون نواز، خیلی هم تیم خوبی بود. شموشک میگفت ما آمریکا موشک دارد، خب ما شموشک داریم. 20 جام جهانی کجاست؟ 20 تو 3 تا کشور، در حقیقت پرتغال، اسپانیا و مراکش. چه باحال. قرارتون خب نزدیکن، خیلی نزدیکن. ولی اینکه آفریقاست، دو تا اروپا خیلی باحال. خب به خاطر اینکه جبل طارق رو داشته باشه اصلا چسبیدن این دو تا، این سه تا به هم دیگه. جبلارتار. دقیقاً. دوره بگم انگلیسی بلدم. ببین این به عنوان یه پیشنهاد مطرح شده، اما پیشنهاد خیلی خیلی جدیه که سال 2030 جام جهانی با 64 تیم برگزار بشه. دلیلش هم اینه که جام جهانی فوتبال 100 ساله میشه. اولین دوره جام جهانی که ما حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. به قول هادی کاظمی به پاشنه کفشم، آخه چرا باید به خاطر 100 سالگی جام جهانی؟ من با اون اشکالی ندارم، اما خب اینا مناسبتیه که تو سالگرد میگیری. ممکنه مثلا چه میدونم، ممکنه 7 سال از چه میدونم سالگرد ازدواج داشته باشه برات مهم نباشه. مثلا نه، مثل این باحال شد گفتی، مثل اینکه مثلا من و همسرم 7 سال از ازدواجمون گذشته، به مناسبت 7 سالگی ازدواجمون هفتمین بچه‌مون رو به دنیا. من میخوام اینو بهت بگم، ببین تو مثلا اگه بخوام، نمیشه دیگه، خیلی مسخره است. ببین چقدر مسخره است. اصلا تا حالا اینجوری من قانع نشده بودم. خدایی قانع شدی؟ تو مثلا 7 سال باشه، 8 سال باشه، میای 10مین سالگرد فلانو جشن میگیری. اینا یه عددهای رونده دیگه. خب دیگه ببینم 100مین سالگرد میخوان جشن میگیرن دیگه. تیم چرا نیستن؟ گروه بندیشون سخت میشه. ولی قراره 64 تا تیم باشه. اینو چون تو دیدم دفعه 20 صحبت 48 تا تیم بود، خیلی هیجان زده شدی. الان قرار جام جهانی بعد 64 تا تیم باشه. دیگه 64 تا تیم باشه، رسما از هر 3 تا تیم یه دونش میاد جام جهانی. از هر 3 تا کشور یکی میاد جام جهانی. اروپا داره برگزار میشه. تموم چیز نیست، نه اینکه شروع نشده. پرتغال 2 تا بازیشو برده، فرانسه برده، آلمان یه بازی باخت، به اسلوواکی باخت، خیلی بد باخت. اسلوواکی هم تیم خوبیه خودش. آره، ولی به هر حال توقع از آلمان اینه که همیشه جام جهانی باشه. ان شاءالله به حول و قوه الهی ایتالیا میره جام جهانی. شک نکن دیگه بابا، دیگه دماغه سبز رفت جام جهانی. ایتالیا نره جام جهانی خودکشی میکنه. چند سال مرخصی نگرفتی؟ بس دیگه لیورپول زدی ما رو، الان ایتالیا رو هم بخوای بزنی دیگه. ولی کلا امیدوارم ایتالیا باشه تو جام جهانی، چون خیلی جذاب. تیم خوبیه ها، الان بازیکنای خوبی داره ایتالیا الان. ببین کلا یه دفعه دوست دارم در مورد لیگا هم صحبت بکنیم. ما اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 میلادی بهترین لیگ فوتبال دنیا لیگ ایتالیا بود. بله. جذاب ترین لیگ ایتالیا بود. همه دوست داشتن به این شکل بازیکن‌ها توی لیگ تیم‌های ایتالیایی بازی بکنن. اما الان کاملا سویچ شده. تقریبا شما هیچ سوپر استاری رو نمی‌بینی. حتی بازیکن‌های خودشون مثل ساندرو تونالی یا همه رفتن بیرون دیگه. پریمیوم لیگ و نمیدونم. پریمیر لیگ همیشه لیگ جذابی بوده، به خاطر اینکه شاید بتونم بگم تنها لیگیه که کماکان شما وقتی تیم 19 هم با تیم اول داره بازی میکنه، شما نمیتونی بگی تیم اول میبره. کما اینکه همین چند وقت پیش کریستال پلاس 2-1 لیورپول برد. مرسی. فکر میکنم که بس کنیم دیگه، این قضیه رو ببندیمش. حرفمو تمام بکنم. تمام کن که بریم. بعد دیگه در حقیقت ایتالیا از همون دوران شروع کرد به این که هی ضعیف‌تر شد. دیگه ستاره‌ای تو لیگ ایتالیا نمیدرخشه. یعنی آخرین نسل تقریبا روبرتو باجو، فرانکو بارسی، البته خب اینا میدونم مال دو نسل مختلفن، اما فرانکو بارسی وقتی با روبرتو باجو هم بازی بوده، پس من حق دارم اینا رو با هم بگم. روبرتو دونادونی، مانچینی. بعد از اونا دیگه ببین
تاپ ستاره هاشون شد کاناوارو اینا که قهرمان جهان شدن دیگه. نه این 10-12 سال اخیر اینسینیه و نمیدونم بارلا و میدونی اینا اصلا بازیکنایی نیستن که تو توی لولی باشی که آره واسه همین یه مقداری از اون ضرب و کیفیتش افتاده دیگه. مثل سابق کسی هم علاقه نداره. ولی چیزی از ارزش‌های ایتالیا کم نخواهد شد هیچ وقت. لیگ اول انگلیس کماکان، بعدش اسپانیاست. لیگ آلمان هیچ موقع حداقل برای من لیگ جذابی نبوده، چون لیگ آلمان حتی موقعی که بازیکنای خودمون تو بازی می‌کردن. لیگ آلمان بایر مونیخ تیم اوله و برعکس همه لیگ‌های دیگه دنیا که سعی میکنن رقیب رو قوی نکنن، تمام تیم‌های آلمانی برای بایر مونیخ فعالیت میکنن. چرا؟ چون معمولا تو خیلی کم پیش میاد ببینی که بازیکنی از یه باشگاه آلمانی ترانسفر بشه به یه لیگ دیگه. مثلا الان این ویرتس رو بذار کنار که اومده لیورپول، معمولا تو خیلی کم میبینی بازیکنی از یه تیم آلمانی. الان میدونم که حالا ممکنه دوستان بگن آقا دمبله، خب دمبله بازیکن فرانسویه که از دورتموند رفته. من دارم صحبت آلمان رو دارم میکنم. نهایت آمال و آرزوهای باشگاه آلمانی اینه که بایر مونیخ دست بذاره رو بازیکناشون و از این که بایر مونیخ هر سال قهرمان بشه بقیه هیچ مشکلی ندارن. توی خیلی از قراردادها قید میشه که مثلا شما میخوای ولاهویچ رو بدی به فلان تیم، از یوونتوس میخوام بدنش به فلان تیم، میگن آقا تا 3 سال این اجازه نداره برگرده توی یک از تیم‌های ایتالیایی بازی بکنه. بحث خیلی باحالی رو باز کردی. من دوست ندارم این حروم بشه توی من اکثرا بحثای خوبی میکنم. نه 100% همینه. میخوام توی یه برنامه دیگه راجع به این صحبت کنیم چون دیگه وقت تعریف کنم. چیو؟ از من تعریف کن. تو خیلی خوبی، خوش تیپی، فوتبالیست خوبی بودی با اینکه ندیدم بازی تو. آدم باحالی هستی، پوستت خوبه، تعریف از پوستت شده تو این برنامه. دیگه فکر کنم آرایشی بهداشتیش نکن، فوتبالیه. آره به هر حال من میگم که اینو بذاریم برای چیز، چون بعد ببندیمش دیگه الان برنامه رو. از پشتم یه تهدیدایی داریم میشیم که دیگه تمامش کنیم دیگه، دارین زیاد فک میزنین. مرسی، ممنونم که باز با یه برنامه دیگه دو زرده با ما بودین. میشه یوتیوب رو دوباره تو خیلی قشنگ‌تر از من لطفاً سابسکرایب یادتون نره، کامنت برای ما بذارید، خیلی استفاده میکنیم کامنت‌ها رو، هم من میخونم هم یاشا میخونه هم بقیه بچه‌ها. زنگوله رو هم بزنید برای ما و امیدوارم که راضی بوده باشین. بعدی‌ها رو حتما دنبال بکنین. مرسی، ممنونم. بریم تا یه برنامه دیگه. مرسی. خدا دو زرده